تمدن سومر یکی از قدیمی ترین تمدن های دنیا در منطقه جنوب میانرودان که الان بخش زیادی از این تمدن به عراق امروزی تبدیل شده. بعد از تشکیل تمدن در جنوب ایران مردمی از آن مهاجرت کردند و تمدن را به جنوب میانرودان بردند. سومر متشکل از بسیاری از شهرهای نیمه مستقل بود که اغلب بسیار نزدیک به یکدیگر بودند، اما با وجود اینکه این شهرها زیر مجموعه یک تمدن بودند، اما هر شهر ارتش ثابت خود را داشت و همواره با یکدیگر در جنگ بودند و جنگ جزئی از زندگی روزمره آنها شده بود. ولی با وجود این جنگ ها آنها به شکوفایی های زیادی هم دست پیدا کردند و اختراعات زیادی هم داشتند. برای مثال خط میخی به عنوان اولین خط دنیا را ساختند که در ابتدا فقط شامل تصاویر بود، اما با گذشت زمان به یک سیستم پیچیده تبدیل شد. یا اولین تقویم دنیا که شامل 12 ماه قمری بود که هر ماه از 29 یا 30 روز تشکیل شده بود را نیز سومریا اختراع کردند. ولی این تقویم در ابتدا هفته ها را شامل نمی شد که با گذشت زمان به آن اضافه شدند. چیز جالب دیگری هم در مورد تمدن سومر اینه که آنها به نوشیدنی آبجو علاقه بسیاری داشتند و همه افراد از کوچک تا بزرگ روزانه آن را می نوشیدند. نکته آخرم اینه که چنل را حتما سابسکرایب کنید که قراره کلی از این ویدیوها داشته باشید.